استاد اگر نمید چه عروس مقصد توی میکنن استاد در رستوران توی حافظی میکنن سر استال میکنن استاد حتی میپوشن همین نکاحشون بریده میشه استاد یا نمیشه؟ نکاح تا یک عملی کفر نکنید بریده نمیشه. اگر همین کارهای مثلا عرق حلال گوید بعد نکاحش بریده میشه. نه مقصد عرق نمیکنن چی میکنن استاد؟ حافظی میکنن دیگراش میکنن حافظی هم این حرام. این کارهای کردنش گناه است لیکن نکاح باطل نمیکنه. اگر اعتقاد کند که توی اسلامی همین است یعنی باید همین خیلی کارا کنی یعنی زنک بروری به مردم این کارا خطرناک است. یعنی تا یگان نواقض اسلام شکننده های طهارت است کو شکننده های اسلام است نعوذ بالله. آدم یک گپی گنده میگه یک گپی کفر میگه از دین میبره. انا همین وقت بگ او از دین که اومد اگر همسرش مثلا در دین باشد یکتاش کافر کی شد نکاح کافر مسلمان باطل است. اگر هر دوشان برابر مثلا گوید که همین ما با الله کافر هستیم ما دین اسلام قبول نداریم گفت هر دوشان کافر است نکاحشون صحیح است. نکاح دو کافر درست است خیلی که نکاح دو مسلمان هم درست است. الله تعالی در قرآن نکاح کافرها و مشرکای اقرار کرد گفت که و امراته حماله الحطب زنی ابو لهب به دوزخ می‌دراید. یعنی ابو لهب مشرک بود و دشمن الله بود دشمن رسول الله صلی الله علیه و سلم بود اما که پیامبر صلی الله علیه و سلم همسرش جمیل یانگی پیامبر صلی الله علیه و سلم اینا هر دوشان مشرک بود. اینا هو پیامبر علی به دنیا آمده صلوات الله و سلام علیه اینا نکاح کرده بودند. نکاح زمانی جاهلیت طبق شریعت نبود نکاحشون. الله تعالی گفت که زنی ابو لهب و این چنین در قرآن گفت که و امرأة فرعون زنی فرعون و فرعون مشرک یک دشمن الله دشمن پیغمبر الله شخصیتی که دعوای خدایی و الهی کرد طبق بدینی نکاح کرده بود اگرچه همسرش زنی صالحه بود یعنی اون طبق اون دین فرعون نکاح کرده بود. الله تعالی و امرأة فرعون زنی فرعون گفت یعنی نکاحی زمانی جاهلیت اقرار کرد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که من از همین پدر و مادرم شروع تا حضرت آدم 500 پدر داشتیم. 500 پدر به این معنی که مثلا بابای مادریشون هم پدر حساب میشد بابای پدریشون هم بعد بابای و مادر کلانی پدریشون با پدرای هر دوش مادر کلانی طرفی مادریشون پدر کلانی طرفی یعنی بابای مادرشون از طرفی مادرشون هر دوشون با پدرش پدری مادرش مادر کلانشون پدری باباشون هم دو تا پدر میشه. میخوام 500 پدر یا 500 مادر تا حضرت آدم و حوا میراد یگان تاش زیناکار نبود. در بین نسباشون آدم‌های مشرک بود. یکی از باباهاشون شرک به مکه آورد. مکه مردمی یگانه پرست بودن چون که مکه اساسگذارش حضرت ابراهیم علیه السلام هستند. بعد حضرت ابراهیم اسماعیل پسرشون پیغمبرها مکه را اساسگذار این دنیا پیغمبرها هست. اولین آدمی که در دنیا زندگی کرده حضرت آدم علیه السلام پیغمبر الله هست. بنابراین یعنی که اساسگذار این دنیا اساسگذار تمام کشورها پیغمبرها هست چون که وقتی که حتی حضرت نوح هم بعد اینکه کشتیشان اومده به زمین فرو آمد بعد 150 روز تمام مردم دنیا وفات کردگی بود غیر آنهایی که در داخل کشتی حضرت نوح. همین دنیا از همین سه پسرای حضرت نوح هست. یعنی ببینید من مردم افریقا از یکی از فرزندای حضرت نوح هست. مردم آسیا یا اروپا یعنی اورو آسیا اروپا و آسیا اینا از یکی از فرزندان حضرت نوح هست. و مردمی چشم تنگ ها یعنی قسمت شرق آسیا یعنی خیتای و ویتنام و کامبوجی و هم طرفا ژاپن کره اینا یکی از فرزندای این چونی یاجوج و ماجوج و اینا همش یکی از فرزندای حضرت نوح. یعنی اساسگذار این دنیا اساسگذاری تمام دولت ها پیغمبرها هست. انا مثلا اسرائیل نسبتا به کی نسبتا به حضرت یعقوب علیه السلام پسر حضرت اسحاق. یهودها نسبتا به حضرت موسی علیه السلام. مردم نصارا تمام نصرانی های دنیا که امروز یکی از یعنی که سر نفوذ یعنی یکی از دین های سر آدم این نصرانی ها هست. امروز تمام مردم اروپا انا روسیه و گویم این چی ها بلاروس و اوکراین و اینا همش نصرانی. آمریکای جنوبی آمریکای شمالی اکثر اینا نصرانی هستند. در افریقا هم هست نصرانی ها. یعنی این نصرانی ها هم امتی حضرت عیسی علیه السلام. دیدید اساسگذاران دنیا پیغمبران هستند. برای همین یعنی نکاحی باباهای پیغمبر صلی الله علیه و آله بعضش مشرک بودن. یکی از باباهاشون چه گفتیم از دمشق شرک آورد به مکه در دین حضرت ابراهیم و اسماعیل بودن. رفت در بازارها بتای آنها دید معقول شد بت خرید اومد به مکه و مردم مکه مجبور کرد سردار قبیله بود همین بت عبادت کنن. گفت با مردم آهسته آهسته به دین شرک روی آوردن. گفتن همون بابام در دوزخ دیدم روده هاش کشاله کرده میگشت. همونها بابای پیغمبر است. نکاحشون نکاح است چون که من گفتن از نکاح به دنیا اومدم تا حضرت آدم بنی از نکاح به دنیا اومدم نه از سپاه از زنا به دنیا اومدم. در پدرهاشون آدمای مشرک بود کافر بود لیکن زناکار نبود. فهمیدید؟ همه تمام مادر کلاناشون از طرفی پدرم از طرفی مادرشون همش
قریب 500 مادر بعضی علما حساب کردن یگانتاش زیناکار نبودگی، مشرک بودگی، بیدین بودگی، لیکن زیناکار نبودگی. پدرهاشون هم یعنی که نکاح زمانی جاهلیت هم قرآن اقرار کرد هم حدیث اقرار کرد. بنابراین مثلا یعنی در خطای دو کس رسما نکاح کرد، از اونها فرزند به دنیا آمد و ولد و زنا نمیشد. یا در روسیه دو نصرانی رسما نکاح کرد، هم تو پرینو چینه دیوشکنه حقانه رفتن نکاح کردن توی دادن، همین زنا نمیشد، فرزندای همین ها ولد و زنا نیست. بنابراین اگر همین دو آدمی که مثال خودش تاجیک است و پدر و گذشتگانش مسلمان است لیکن خودش گفت که ما مسلمان نیستیم یا ما عرق حلال میشماریم، گفت هر دوشم برابر، هر دوشم از دین برآمد، نکاحش درست است. لیکن یک تاش مسلمان باشد و یک تاش از دین برود، اینجا نکاح باطل میشه. فهمیدید برادر؟